خب سلام به همگی. دوباره درس چهارم ماست. شاید شما در یک روز همیشه خوانده باشید، پس معلوم میشه که خوب شوقی آلمانی شدیم. پس پیش میریم ببینیم که چی میشه و چطور ادامه میتیم. این جمله ما معنیش اول میخوانیم: ما با موتر از شهر به خانه میرویم. تمام جملاتی که من انتخاب کردیم یک دلیل داشته. یکیش اولیشی که لغات آسانی رو یاد بگیرید که بعدا از او استفاده بکنید و پیش خود بگویید که ما یک چیزی رو در آلمانی یاد گرفتیم. رقم نباشه 2-3 ماه آلمانی بخونی آخرام بگویی که من هیچ چیز گفته نمیتونم. یکی دیگه ای که تلفظا رو یاد بگیرید، حروف های ترکیبی و اینا رو به این خاطر اینا رو کنار هم ماندیم و خیلی از لغات با هم تکرار میشه. خب چی رقم خوانده میشه؟ یک بار تلاش میکنیم بدون اینکه لغت به لغت ایره بخوانیم ببینیم که میتونیم خوانده یعنی، چون خیلی وقت تکست های جدید میه، یک نوشته های متنای جدید میه که ما قبلا چشمون بهش نخورده، باید بخوانیم. Im Auto fahren wir aus der Stadt nach Hause. ما با موتر از شهر به خانه می رویم. Im Auto با موتر، fahren می رویم یا دلیوری می کنیم، رانندگی می کنیم. wir ما، aus از، der Stadt از شهر، nach به Hause خانه. حالی لغت به لغت. خب لغت اول ما im یا im در زبان آلمانی. این رقمی خوانده میشه، تلفظش هست، معنیش میشه در. در آوتو A و U با هم دیگه حروف ترکیبی وقتی که کنار هم بیایه آو خوانده میشه. A و U آو، ای و U اوی، A و U آو، A و U که آمد چی میشه؟ آو. آوتو موتر، در ایران اتومبیل میگن، درست است؟ اتومبیل یه از میسته. آوتو موتر یا ماشین. fahren F-A F-A-H fahren نیست هیچ نگو. fahren چرا آر غی شده اینجا؟ به خاطری که در اول هجاست. fahren هجاره کمکی باید کار کنید خودتان. fahren میرویم رفتن میشه، رفتن. auto fahren بعدی wir این قبلا خوانیم WIR wir، دوباره نیاز نیست توضیح بهتون براتون چرا. ما معنی میده aus AU آو AU آو شد. aus از. یکی دیگه هم اینجا داشتیم آوتو AU آو، اینجا aus از. دا گفتیم آرتیکل هسته، آرتیکل مذکر گفته میشه، پس آن میخوانیمش، فقط خواندنش یاد بگیرین، پس آن معنیشه میفهمید چی است. اشتات ما در درس قبلی گفتیم که وقتی اس و پی یک جای بیای میشه اشپی، اس و تی اگر آمد در اول هجا یا اول کلمه میشه اشته، اینجا چی میشه؟ اشتات یعنی این اسی که اینجا آمد همراه تی صدای شین رو میته، شینی که چی رقمی شتاد نمیشه، اشتات. اینجا دی و تی با هم آمده، اگه تو بگی اشتات خود گدابت میشه، زبانت نمیچرخه. بهترین کار که هست که همون تیره بگویی خلاص. شتات به معنی شهر. کابل شتات، شهر کابل. شتات درست شد. نخ NACH میشه نا، اینجا CH صدای شین را نمیته، صدای چی را میته؟ مثل ایش نیست، میشه نخ. بعد از A آمده، اینجا A
حروف صدادار ما گفتن نمیشه متاسفانه در آلمانی. نخ، نخ، NACH، نخ. اینجا صدای چی رو میده؟ صدای خ. نخ. با در و از اینا نیست. با. کلمه بعدی ما هاوز، هاوز مثل انگلیسی هاوس، اینجا هاوز. HAUU ما گفتیم چی میشه؟ اینجا چند تا براتون آوردیم. AUU میشه آو. پس چی وقتی یک H یا ها قبلش باشه چی میشه؟ هاو، هاو. اینجا هم اس در اول هجا آمده. چی رقم میفهمیم اول هجاست؟ هاوز. افغانستان 4 تا هجا داره. افغانستان. هاوز چند تا داره؟ هاوز 2 تا. هاوز. ز اینجا اس چون در اول هجا آمده صدای زیر داره، صدای سین را نداره. هاوز به معنی خانه. خب یک بار از اول میریم دوباره. ایم به معنی در. ایم آوتو موتر. آوتو فاغن ویا aus der Stadt nach Hause. حالا یک بار بدون کمکی. شما بگوین Auto fahren wir aus der Stadt nach Hause. حالا بریم جمله کامل خود بخوانیم. Im Auto fahren wir aus der Stadt nach Hause. Im Auto fahren wir aus der Stadt nach Hause. حالا شما آستا Im Auto fahren wir aus der Stadt nach Hause. Im Auto در auto با auto درست است؟ در auto یا با auto؟ با موتر. fahren سفر میکنیم، دریوری میکنیم. سفر کردن با پای پیاده میشه gehen یا رفتن با پای پیاده میشه gehen، چیزی که در درس قبلی خواندیم. با موتر یا یک وسیله نقلیه با اسکیل و چیزا رو میشه چی؟ fahren. im Auto با موتر اینجا گفتم. به این خاطر نمیشه گهن. ما میرویم، ما کده موتر پیاده نمیریم، ما با موتر با 4 تا تایرش میریم. چی شد؟ با آوتو، با موتر. im Auto fahren wir aus der Stadt. میرویم fahren میرویم wir ما aus از der Stadt از شهر nach Hause به خانه. nach به Hause خانه. حالا تست میخوانیمش. بعد خدر شما یاد گرفته باشید. ما 2 تا درس دیگره من در یک درس براتون میتونم. این 2 جمله رو در یک روز میخوانم. Im Auto fahren wir aus der Stadt nach Hause. حالا شما بگوین. تیستر. Im Auto fahren wir aus der Stadt nach Hause. حالا دوباره شما. خیلی تیزترش میکنیم. Im Auto fahren wir aus der Stadt nach Hause. معمولی باید بگویید شما. یعنی چی؟ مثل یک آلمانی که ایره بخوانه. ولی من خودم آلمانی نیستم، ولی بازم Im Auto fahren wir aus der Stadt nach Hause. تو خیلی ریلکس، خیلی خوبش باید بتونید ایره بخوانید. خب این درس ما تمام شد. میریم برای 2 جمله باقی مانده که قرار است بخوانیم و اونا رو با در یک ویدیو میخوانیم. یادتان باشه فقط در یک ویدیو. فعلا خداحافظ.